رهبر پیمان ملی تاجیکستان هم یک حرف خوب هم گفتن که مشکلات‌هایی که در تاجیکستان هست بدتر از روسیه است. مشکلات‌های سیاسی که در تاجیکستان هست بدتر از مشکلات‌های بلاروس هست. چرا شما سازمان‌های بین‌الملل و کشورهای گران دهنده و سرمایه‌گذار به این کشورها توجه خاصه دارید؟ به تاجیکستانی که مشکلات‌هاش من گفتم خیلی زیاد توجه ظاهر نمی‌کنید. چی باید کرد؟ چی باید بکنیم که شما این گونه مثلا توجه خود به تاجیکستان بکنید یا همون پیشنهادهای ما قبول شد؟ باید در تاجیکستان پوتین رهبری تاجیکستان شود بعداً شما توجه میدهید، یا تاجیکستان به یک کشور دیگر حمله کند بعداً شما توجه میدهید؟ چه که شما امروز به بلاروس روسیه توجه دارید، به خاطر پوتین رهبری روسیه پوتین بودن توجه خاص دارید.